In the name of God, hello everyone. I hope you are all well. Today we want to learn the Surah of Al-Asr in English. میخوایم امروز سوره عصر رو به انگلیسی یاد بگیریم. Okay? Then we can start. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. به نام خداوند رحمتگر مهربان به انگلیسی میشه In the name of Allah, most gracious, most merciful. In the name of Allah، به نام خدا، به نام الله. Most gracious، بخشنده، رحمتگر. Most merciful، مهربان. والعصر. والعصر یعنی سوگند به عصر. سوگند به عصر. سوگند به عصر. چرا اینجا غلبه حق بر باطل گفته؟ به خاطر اینکه منظورش اینه عمر آدمی فرصت طلایی است تا انسان راه کمال خودش رو طی بکنه و به سعادت دنیا و آخرت برسه. برای همین باید انسان چیکار کنه؟ بر باطل غلبه کنه. خب پس والعصر به انگلیسی چی میشه؟ By the time of the afternoon. By the time of the afternoon. این الانسان لفی خسر. که واقعا میشه. به انگلیسی هم میشه surely. انسان که توی عربی هم انسان هستش، توی فارسی هم انسان، ولی توی انگلیسی میشه the human. لفی خسر یعنی انسان لفی خسر، دستخوش زیان هستش. خسر یعنی زیان، درسته؟ لفی در دستخوش در حالت چی هستش؟ یعنی در حالت زیان هستش که به انگلیسی میشه a state of loss. زیان loss هستش. کلا میتونیم چی بگیم؟ surely the human is in a state of loss. به درستی که، به راستی که، واقعا surely the human انسان is هست in loss در زیان هستش، یا in a state of loss در یک حالتی از زیان هستش، دستخوش زیان هستش. مگر چه کسانی میتونن زیان نکنند؟ الا الذین، دقت کنید، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مگر کسانی که گراویدند، یعنی چی؟ ایمان آوردند. الا الذین یعنی به جز کسانی که آمنو ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهای شایسته کردند و تواصوا بالحق و به همدیگر رو به حق سفارش کردند. پس تواصوا یعنی سفارش کردن، بالحق به حق، و تواصوا بالصبر و به شکیبایی توصیه کردند. Then we can mean this sentence except بجز except those who بجز اونهایی که believe ایمان آوردند and do و انجام دادن چه کارهایی رو؟ good works کارهای خوب and charge one another و شارژ کردن همدیگر رو with the truth به حق، یعنی مورد حمایت قرار دادند one another همدیگر رو with the truth به حقیقت and charge و شارژ کردن one another همدیگر رو with patience به صبر و شکیبایی. Then we can say except those who believe and do good works and charge one another with the truth and charge one another with patience. پس چه کسانی زیان نمیبرند؟ اونهایی که چی؟ اونهایی که who believe, those who believe، اونهایی که ایمان آوردند and do good works و کارهای خوب انجام دادند and charge one another و شارژ کردن همدیگر رو، one another یعنی همدیگر رو with the truth به حق and charge one another و شارژ کردن همدیگر رو with patience به صبر و شکیبایی. Thanks a lot for your attention.